خدا همین داره هیچ نبود داره پشمان میرزه. حاجی یکی دیگه قرآن اینجا داره یکی داره وای سلام، چطورید بچه ها؟ ریموک هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل بنده. امروز اومدیم با چالش میخ تو قبر. بهزراییم آقا، چالش اینجوریه که تو گردنر میچرخونیم، اسم هر که اول در اومد اون اول نفر میره. مثلا دو نفر ما که اسمش به یکی دیگه است، 2 نفر غریبه میریم اسم قبر رو میبینیم بین ردیف و بعد بگیم مثلا شماره چنده به این اسمه، بعد اون بعد بیاد میخوا بذاره رو قبرش برگرده پیش ما. خب اگه نذاره رو قبرش ما دوباره برمیگردیم میبینیم، اگه نذاره تو قبرش مجازات داره. مجازاتش هم اینه 30 ثانیه یه قطعه دیگه که اصلا ما رو نبینه بعد تنها بشینه اونجا سیگار بکشه. همین آقا. لایک یادتون نره، چنل هم ساب کنید، بزن بریم که ویدیو رو ببینیم. آقا بریم برای نفر اول ببینیم کیه. یا ابوالفضل وای نور میفته چجوری اینجا خوب ببینیم کیه نفر اول. کیه؟ دقیقا خود فیلم برداره. چقدر افیسش پایین آجی. دقیقا خود فیلم بردار قراره بره. لطفاً منتظر میشیم هوای کوچولو تاریک تر بشه. آقا محمد قراره بره. گوش پایینش نوشته بین خب نفر دومی که قراره بره امیدوارم امیر نباشه. امیدوارم من باشم. اوه دقیقا امیره. نه ابوالفضل برزگر کردن ابوالفضل هم لطفاً. آره نفر سومی که قراره بره من آخرم امیر آخر. وای خدا کنی که من آخرم باشم. خب منم بچه ها، منم خود منم و آخرم آقا سالار نوری. بگیر از من. اول من خودم هوا تاریک‌تر میشه. خوبه بابا مبارک الان اول نفر محمد من تو میمونی میشه محمد من اول میگیم یه قطعه رو انتخاب می‌کنیم استودیو میریم. دارم من منتظر باشیم. اکبر بهشتپور فرزند محمد حسین. خب ردیف و قطعه‌اش هم ببینید شما بچه‌ها. دیدید درسته یعنی تو شماره 68 از اینجا باید ببینیم من ردیفه 40 ردیفه چند ردیف 70 تو ردیف 71. نه آن کم میشه از این مدینه از اون مرد بیر. نه ردیفه اون میگه من ردیف 100 تا ردیف 68 تو شماره 68. منو نگاه کن دور بینو داشت. مرحوم علی اکبر بهشتپور از تو شماره 68 از ردیف شما از ردیف 100 حساب کن تا ردیف 70. نه 70 نه از ردیف 100 حساب کن تا ردیف 60 تو شماره تو شماره 68 فهمیدی؟ خب من شماره 62 من شرمنده رو قبر مرحوم میذارم. چنده ردیف 103 ردیف چنده؟ ردیف 87. درست شماره 68 ردیف علی اکبر بهشتی. خوب ناشش الله اکبر.
وای دادم کلم نخورد چیزی اونجا کمون مصدوم بشم. گو خوردم آره بده من. آقا نفر بعدی آقا ابوالفضل، ما بریم ببینیم میخش درسته، از اون برم قبل یکی دیگه رو پیدا کنیم. آقا ببینیم گذاشته میخواد یا نه. کو قبلش کو کجا گذاشته میخواد؟ اینا بچه‌ها میخروشه. خب میریم برای دنبال پیدا کردن قبری که ابوالفضل باید بره. این برو نگاه چی؟ این برو نمیفته؟ نه تاریک بیا یا ابوالفضل همینو میگه. به ابوالفضل همین قدر. همین آقا پسر نادر کوثری. نه وایس گله رو گل داره. سرگم داره. خب آقا چیه اسمشو ول کن، پیدا شده. همون نادر کوثری، ردیف 59 شماره 70. شماره 70 میگیم از ردیف 100 تا 50 بیاریم. نادر کوثری شماره چند؟ شماره 70. بیا بریم آقا، بریم پیش ابوالفضل. بدوید چیکار کنم؟ این خدمت شما واقعا ترسناکه. اسم نادر گوش کن. نادر کوثری شماره 70 از ردیف 100 تا 50 اسم شما. بچه واقعا ریدم تو خودم. بعد ریدم تو خودم. شماره 69 71. چجوریه یکی همه توضیح میداره دقیقا. یا امام رضا یا حضرت ابوالفضل 70. شماره 70. چه دور و بر نگاه کنید. ردیف دوستان، من نفهمیدم بویا و ابوالفضل. آقا نه ابوالفضل مجازات نداره، واقعا نفهمیده نداره. اینه که طرز به وجودش آورده. حالا بچه‌ها میرن قیافه. حالا بچه‌ها میرن قبلی که من باید برم وقت پیدا کنم. برید بچه‌ها. سیف الله تبریزی. شادروان سیف الله تبریزی. 71 ردیف 45 شماره 69. شماره 69. خب داداش دوربین تعبیر بگیر. سیف الله تبریزی. بله سیف الله تبریزی شماره 69 ردیف 60 تا 40. شماره 69 سیف الله تبریزی.
بله خب آقا بریم. میخوا بده. میخوا گذاشته اومدی. برو بیا. میخوا برو بیا. شماره چند بود؟ 69 شماره 69 همینه. 40 تا 60. شماره چنده این بچه‌ها؟ شماره 62 61. با شماره 69 ردیف 60 و 40. سیف الله تبریزی شماره 69. آقا واقعا قصه کلیدی داره. 66 67 68 69. خب 69 اونه بچه ها. 69 اینه. شماره 60 دفعه 31 133. یا اول کجا رفتن؟ یا اول فصل حضیف چنده؟ 66. سیف الله تبریزی سیف الله لازم تو بار باقر جلیل نوری و آبرفز سیف الله تبریزی میخ آقا میخ نیستش. سیف الله تبریزی من اومدم منو نشوندم. میخ نیست بچه ها. میخش نیست. الشون برگردیم. میخ نبود. یا اول فصل یا نه از این بر نه از این بر بریم. یا خدا یا موسا همه کل اعتقادات هم بریش به تو. شما چند بریم؟ شما 57 همینو باید بریم. چیدی و تخمی داشت واقعا. کوشید اوناش میخوا پیدا نکردم ولی رفتم سر قبرش. چی؟ نه نگاه کن. ما میخوا گذاشتن. اینا من الان ویدیو رو دوباره دیدم. اینا میخوا گذاشتن دقیقا همونجا. میخ نبود داره پشمام میریزه. آجی من چه جوری برم؟ آجی من نمیرم. سالا بیا بچه. چیه؟ قطمون محمد حسین بهرامی شماره چنده؟ شماره 88 ردیف 170. میگیم از ردیف 200 تا 170. بریم برگشتیم میشه امیر سالا. ببین خیلی تاریکه. خیلی مطلق. این نورا رو میبینی که هیچی معلوم نیست. دیدی؟ گوش کن. 89 از ردیف 200 تا 770 محمد حسین بهرامی داداش. بیا برو. حسین بهرامی. آره برو. حله. یه روزی هم قراره ما اینجا خاک محمد حسین بهرامی. خدا بیامرزه همه اینا رو. محمد حسین بهرامی اون وقت فکر نکنم باشه. وای بچه ها واقعا ترسناکه. وای واقعا ترسناکه جی. وای این بوتا داره تکون میخوره. وای خیلی استبدیه. خیلی استبدیه. محمد حسین بهرامی.
وای بچه ها میبینین تکون میخوره. وای 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 واقعا میاد نشون میدادم بهتون بوته ها تکون میخوره. من که خیلی ترسیدم. وای 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 خیلی صدا هست. کاش یه میکروفون یه دوربین خوبی بود بهتون نشون میدادم. توجی من ترسیدم دیگه پیدام نکردم ولی انگار تا این ته اومدم. وای 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 اینجا صدا میاد توجی. میبینین بچه ها یه صدایی هست. میبینین یه چیزی دنبالمه. وای 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 یه چیزی دنبالم بود. آقا امیرسالا قبر رو پیدا نکرده. قیافه رو مجازات بشه. قبر رو پیدا نکرده. میدونستی داستان چیه؟ قراره مجازات بشه. 30 ثانیه. نکنین تو رو قرآن نکن آقا نکن. من نمیرم. یکی هم تازه چیز شده. یکم دنبالش بود. مثلا که گفت که داشت فیلم بازی می‌کرد. می‌خواست اینجوری کنه مثلا میگه من قبر رو پیدا نکردم. آقا 30 ثانیه مجازات. این چیز آدم بدیه. واقعا هم خوف داره. وای 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 واقعا ترسناکه. امیرسالا رفته مجازاتش انجام بده. الان دقیقاً 1 دقیقه است که رفته. توی 1 دقیقه خواهی کرده. چرا نمیاد این؟ محمد بگی محمد بره دنبالش. این که خواهیش ندارم. منم نمیتونم دنبالش. الان دقیقاً 1 دقیقه و چند ثانیه شده ساعت رو ببینید. 1 دقیقه اون است. 2 دقیقه شد. 2 دقیقه نگاه هیچی نیست. وای وای خدایا. وای 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 بچه فکر کنم 30 دقیقه دیگه تمومه. وای صدا میاد. کجا این سمت صدا میاد. بچه ها من دیگه میرم پیش بچه ها. بچه ها الان باید چی میام دنبالتون. حاجی یه چیزی به قرآن اینجا داره. اینجا یه چیزی داره. وای وای بچه ها به قرآن اینجا یه چیزی داره. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو واقعا حالا اصلا صحبت کردن ندارم. فقط میخوام برسم با چنل ساب کنید لایک هم یادتون نره. بریم اینجا واقعا خطریه. پاشو بریم آقا بریم